سلام به تویی که 9 قسمت منو تحمل کردی. درود به شرفت، دمت گرم. یه خبر خیلی 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 خوب برات دارم. میکروفون خریدم. از این به بعد میتونی صدای زیبای منو با کیفیت بیشتر بشنوی. تبریک، تشویق. تبریک به همه ایرانیان، به ایرانیان مقیم داخل، به ایرانیان مقیم خارج، به ایرانیان مقیم خارج داخل، به ایرانیان مقیم داخل خارج که همون خارج میشه. دم همتون گرم. اینجا یونی سیتکامه، این برنامه سیتکام کمدیه، منم یونسم. سیتکام کمدی. موضوع بحث امروز ما اعتماد به نفسه، سلاح بزرگ جوان ایرانی. همونطور که میدونید من روانشناسم و دوستان روانشناس خیلی زیادی دارم و ما به بیمارستان‌های روانی رفت آمد داریم و بذارید بهتون قول بدم ایران بیشترین نرخ اعتماد به نفس رو توی دنیا داره. بذارید همین اول کار یه دونه مثال خیلی خوشگل براتون بزنم. قطعا همتون برنامه عشق ابدی رو دیدین، ادای تنگا رو در نیارید، میدونم که نگاه میکنید. این پسر سیاوش که شبیه کلم بروکلیه میگه من مدلم. ببینید مدل یعنی نمونه. اگر منظور شما از مدل نمونه یک فرد بیشعور، زشت، نفهم، بی خانواده است که جلوی دوربین دست روی دختر بلند میکنه، بله شما مدلی. وگرنه از این که شما گفتیم مدله، برگای این گیاه ما هم ریخته واقعا. حالا ما که کچل بودیم از قبل، حالا نه این به خاطر اینی که فاطمه همه چیزو تو این خونه تمیز میکنه. حتی منم 2-3 بار از توی لباسشویی دوستام نجات دادن. این بنده خدا هم با وایتکس شست اینجوری شد. پاک میکنم این قسمت. ببینید نه جدی این برگاه از دست سیاوش ریخته. حالا از این بس بگذریم بهتره. یک جوان ایرانی انقدر اعتماد به نفس داره که زمانی که اسهاله میگوزه. بذارید یه خاطره خیلی خوب براتون تعریف کنم. 4 سال پیش وقتی که 1 سال از آشنایی من با همسر عزیزم فاطمه میگذشت، ما به مناسبت سالگرد آشناییمون یک قرار عاشقانه گذاشتیم که امروزه شما بهش میگید دیت. اون موقع هنوز دیت نیومده بود، هنوز بهش میگفتن قرار. فاطمه عزیزم با دستپخت فوق‌العاده‌اش یک غذا درست کرد. و با ماشین خودش پا شد اومد دنبال من تو شهر من. ما یک شهر از هم دیگه فاصله داشتیم. همونطور که میگفتم با عشق غذا درست کرد، با عشق با ماشین خودش اومد دنبال من. ما رفتیم سر قرار، نشستیم، غذایی که درست کرده بود رو خوردیم و بعد سوار ماشین فاطمه شدیم تا بریم یکم بچرخیم. و من با خودم گفتم که شانسم رو برای یک عملیات مخفی و بی صدا امتحان کنم و در نتیجه این ترای بسیار زیبای من این اتفاق افتاد که من مجبور شدم با دست چپم دستگیره بالای سرم رو بگیرم و به این صورت قاب خراب میشه، نمیتونم تا کل قسمت رو همونجوری بشینم، برگردم سمت فاطمه و ازش بخوام که به سمت خونه ما بره. و فاطمه با تعجب گفت وا چرا؟ و من بهش گفتم که شاید شوکه کننده باشه ولی من ریدم تو خودم. و ببینید من به عنوان یک جوان ایرانی اونقدر اعتماد به نفس داشتم که رفتم خواستگاری دختری که تو سالگرد آشناییم توی ماشینش ریده بودم. شما ببینید چقدر یک جوان ایرانی میتونه اعتماد به نفس داشته باشه. اعتماد به نفس همون چیزیه که این عزیزانی که پیج میکاپ آرتیستی میزنن نه تنها حتی میکاپ آرتیست خوبی نیستن، بلکه یهو فکر میکنن مشاور خانواده شدن، شروع میکنن به نصیحت کردن ما. بذارید بهتون بگم که چجوری وضعیت سیچوئنشیپ خودتون رو به فرندزون تقلیل بدین. چه مزخرفی میگی؟ بیکینگ پودرتو بزن. اگه میخواید با میزان اعتماد به نفس ایرانی ها آشنا بشین، همین الان یه پیج فیک بزنید با اسم دختر و فقط 3 ساعت صبر کنید و بعد برید دایرکتتون رو چک کنید. من نمیدونم چند تا دایرکت بهتون داده شده، ولی مطمئنم که یکی از اون دایرکت ها اینه: من جعفرم، 52 سالمه،
و دنبال یه عشق ابدی میگردم. آیا با من مایل هستید؟ عمو جواد کاظمیان 50 ساله که شدیداً کراش روی مونیکا بونوچی و شدیداً عاشق این خانومه و کوتابیا هم نیست، همچنان منتظر جواب مثبت از مونیکا بونوچیه. جواد جان نگاه کن، اگر امینم یک روز بیاد روی استیج و به رضا پیشرو بگه مای برادر و درخواست فیت کنه از ایشون، My brother for all the time. خیلی 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 این قضیه محتمل تره از اینکه خانم مونیکا بونوچی به شما جواب مثبت بده. خواهش میکنم از همین تریبون که کوتاه بیاد. با اختلاف زیاد متخصص ترین مردم دنیا ایرانیان، اصلا از گذشته گفتن که هنر نزد ایرانیان است و بس. حالا نکته جالب کجاست؟ فکر میکنی این جمله رو کی گفته؟ یه چینی؟ نه. یه ارمنستانی؟ نه. یه گرجستانی؟ یه آفریقایی؟ نه. یه ایرانی؟ یک ایرانی گفته هنر نزد ایران. مثل اینه که یک روس بیاد بگه موی بور نزد روس ها هست و بس. حالا کار به این قضیه ندارم، شما همین الان پاشو برو توی خیابون ماشینت رو بزن به خرابی، 40 نفر میان با 40 ایده مختلف در مورد مدل خرابی ماشین شما. یکی میاد میگه پروانه خرابه، یکی میاد مشکل از فناست، یکی میاد میگه موتورت یاتاقان زده، یکی میاد میگه چه میدونم مثلا باتریت خوابیده، یکی میاد میگه مشکل از کاس نمده. اما گفتیم اینم بگیم، قبل از اینکه اعتماد به نفس نزد ایرانی ها باشه و بس، با اختلاف با اعتماد به نفس کاذب ترین مردم دنیا اون عرب هایی هستن که با اینکه میدونن مسخره میشن و حرفشون به جایی نمیرسه، به خلیج فارس چیزی بجز خلیج فارس میگن. پس تویی که حتی یک بار در زندگی به خلیج فارس گفتی خلیج عرب، کاسه نمد. بله، همونطور که دیدید تیم پاریس سن ژرمن بالاخره تونست قهرمان چمپیونز لیگ بشه و جناب ناصر الخلیفی بالاخره به آرزوی قلبیش رسید. و در حاشیه این قهرمانی اول بگم من تبریک به هواداراش نگفتم چون قاعدتا طرفداری نداره پاریس سن ژرمن، ولی خب در حاشیه قهرمانی این تیم در چمپیونز لیگ، نصرت یا همون نصرت آشپز معروف رو از جشن قهرمانی پاریس سن ژرمن پرت کردن بیرون و فیلمش رو الان علی جان براتون پخش میکنه. بله همینطور که میبینید با یک اردنگی از جشن قهرمانی پاریس سن ژرمن پرت شد بیرون. خطاب به کادر فنی، تیم مدیریتی و بازیکنان پاریس سن ژرمن عزیز باید بگم که اون موقعی که انقدر دهنتون میذاشت، گوش رو میگم، اون موقع خوب بود. الان که قهرمان شدین پرتش میکنید بیرون. یادتون باشه در مسیر موفقیت کنار کی وایستادید، وقتی که موفق میشه رفتارش عوض میشه یا نه. تا هنوز اخبار ورزشیه. اینم بگم که بعد از گذشت چندین ماه از المپیک بانوان بالاخره مشخص شد که ایمان خلیف قهرمان بوکس بانوان جهان در المپیک زن نیست، که این باعث شده که یک سری سوالها در ذهن من ایجاد بشه. اولا اینکه تیم برگزار کننده المپیک طرف اسمش ایمانه، خب معلومه این خانوم نیست، آقاست، مگه ایمان خانوم داریم؟ دوما ایشون قبل از اینکه وارد رینگ مسابقه بشه یک بازرسی بدنی شده یا نه؟ اگر شده احیانا به چیز مشکوکی شما بر نخوردید واسه اینکه بفهمید ایشون خانوم هست یا نه؟ و سوما چرا این همه طول کشید که متوجه بشید که ایشون خانوم هست یا نه؟ مگه یه پایین کشیدن چقدر طول میکشه؟ خب چه خبری داغ‌تر و بهتر و سوژه تر از کات کردن ایلان ماسک با دونالد ترامپ عزیز. در حاشیه خبر کات کردن این دو عزیز، ایلان ماسک اومده گفته که بابا من همش به دونالد میگفتم که
تو اینجا واسه رفیق بازی نیومدی، بیا منو بشناس. چرا همش میری پیش رفیقات؟ بیا منو بشناس. چرا این کارو میکنی؟ دونالد ترامپ هم در جوابش رفته یه استوری نیمرخ گذاشته و نوشته یه عقاب همیشه تنهاست. از اون طرف روسیه هم مثل یک داداشی وارد عمل شده و تمام مدت کنار ایلان ماسک بوده و منتظره که به عنوان دوست پسر جدید ایلان ماسک خودش رو معرفی کنه. هفته ای که گذشت روز صنایع دستی رو داشتیم. این روز رو به همه جوانان با اعتماد به نفس ایرانی تبریک میگم، مخصوصا رفقای عزیزم. جوان ایرانی اگر صنایع دستی نبود نمیتونست اعتماد به نفس داشته باشه. پس تویی که انقدر وابسته‌ای به صنایع دستی، این روز رو بهت تبریک میگم. فقط یادت باشه که هویج زیاد بخوری که بتونی مسیر موفقیت آینده رو بهتر ببینی عزیزم. بی همسری یقه جوانان رو گرفته و داره از یقهشون بیرون میزنه. در این هفته پوستری در شهر همدان به در و دیوار چسبیده بود که الان دارید در تصویر میبینید. فرد 28 ساله‌ای درخواست همسر داشت. حالا من کاری ندارم، متنش رو خودتون میتونید برید بخونید. سوالی که برای من پیش اومده، دوست عزیز شما چگونه در سن 28 سالگی با مدرک دیپلم هم خونه داری، هم ماشین داری، هم حداقل درآمد ماهانت 20 میلیونه اگر دزدی، قاچاقچی، نمیدونم دراگ دیلری چیزی هستی اوکی، ولی اگه نیستی خواهش میکنم ما هم با شغلت آشنا کن که یه پولی ما هم در بیاریم. دمت گرم. خب خیلی ممنونم که قسمت نهم هم کنار ما بودید. ماچ به کلتون، ماچ به کلتون، دمتون گرم. خیلی 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 ممنونم. امیدوارم که همیشه با اعتماد به نفس باشید. یادتون نره که هویج بخورید. کل هفته خسته بودیم، یه پنجشنبه رو نشینیم.